سلام و درود با یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی ما. با عرض مهر و محبت با یکایک شما، با عرض احترام به تک تک شما، برنامه امروزه را آغاز میکنم. برنامه امروزه ما برنامه روزنه فکر و موضوع امروزه ما ضیا چیست و ضیایی کیست است. یعنی روشنی چیست؟ واقعا به نظر انسان روشنی چیست گفتن و این سوال را در میان گذاشتن آنقدر درست ننماید، چون که روشنی چیست همه میدانیم. وقتی که شب فرا میرسد ما روشنی را انتظار میشویم و کوشش میکنیم به روشنی برسیم و از خواب که یک مرگ کوچک است برخیزیم و باز هم از پی زندگی خود بشویم در روشنایی. یعنی در روشنی پیش پای خود را میبینی و حرکت میکنی به پیش. این تاریکی است که تو را از حرکت کردن باز میدارد. این تاریکی است که پیش راه تو نانمایان است و تو دیده و دانسته نمیتوانی حرکت کنی. اگر روشنایی وجود داشتگی باشد تو میتوانی دیده و دانسته حرکت کنی. همه چیز پیش چشمت است، تو میبینی. اگر یگان چیزی که پیش پایت است و تو را از حرکت به پیش کردن باز میدارد یا خلل میرساند، از اول او را برطرف میکنی بعد پیش میروی. اما بسیاری حالتهایی هست که انسان، یعنی نه همه انسان میتوانند در پیش ره خودشان بودگی چیز را ببینند و آن را برطرف کنند. انا برای همین ضیایی لازم است. ضیایی چی کسی است؟
ضیا را فهمیدیم روشنی بود است. ضیا را دانستیم که چی است؟ یعنی مضمون عمومیش روشنایی است، اما پیش از آن که به ضیایی، به مفهوم ضیایی کیست بپردازیم، همین رو اول بگویم که ناگفته نمانم که ضیایی برابر این که مضمون روشنی را میدهد، مضمون روشندهی را میدهد، برابر این ضیا این در برابر روشنایی بودنش دانش است، معرفت است و بیشتر از همه در عموما فلسفه و ادبیات مضمون یک راهنمایی را میدهد، مضمون راهنما بودن را میدهد، مضمون روشنگر بودن را میدهد. یعنی ضیا این فعلی که چی کسی است؟ فعلی همان کسی است که به تاریکی ها روشنی می آورد، به تاریکی های معنوی روشنی می آورد، به نافهمی ها روشنی می اندازد و این است که پیش چشم ما کشاده می شود، نادیده ها را ما می بینیم. آنی که عقل و ذکاوت ما زورش نمی رسد، اهل قطاری، مردم قطاری زورش نمی رسد، برای به کمک ضیایی نیاز دارد و این ضیایی است که به مردم ره نشان می دهد، پیش ره مردم را روشن می کند تا اینکه مردم به پیش حرکت کند. بدون شرکت ضیایی، بدون شرکت روشنگر به پیش ها فایده ندارد. وقتی که در یک کشور، در یک ملت به پیش گفتن مشت میبردارند به آسمان ها و در آسمان ها در فضا مشت های خود را میلرزانند، به پیش میگویند، اما در آن ملت، در آن کشور ضیایی سرکوب می شود، زبان دهان ضیایی دوخته می شود، صدای ضیایی نمی براید، به پیش گفتن ها فایده ندارد، چون که به پیش رفتن نمی توانی، پیشت روشن نیست. پیش تو را روشن می کردگی انا همین ضیایی است، اهل دانش است، اهل علم است، اهل فرهنگ است. همان نفرانی هستند که از اهل علم و دانش و فرهنگ آماده هستند حتی به قیمت جانشان باشد هم برای ملت راهنمایی کنند و انا همین را ضیایی میگویند. نفرانی که از خودشان ضیایی میتراشند لیکن برای راهنمایی ملت، برای پیشرفت ملت، یعنی تاریکی ها را برای برطرف کردن کوشش نمی کنند و تنها برای شکم سیرشان آواره به چاپلوسی و لگن برداری و پابوسی هستند، آنها ضیایی نیستند. آنها برعکس شامها را، شام نیمه روشن را به تاریکستان تبدیل می دهند، یا که عاقب شب سحر آمده رسیده است، انا همین ها هستند که سحر را ندیده باز به تاریکستان تبدیل می دهند فضا را. اینها ضیایی نیستند. ضیا یعنی معرفت است، یعنی با چشم خرد دیدنی، یعنی دیده توانیدن جامعه است از جانب یک نفری دانشمند، یک نفری با خرد. این جهان را نگر با چشم خرد، نه با آن چشمی که با او نگری. همین چشم را همه دارند،
اما خرد را نه همه، نور علم معرفت را نه همه دارند. انا برای همین به جامعه زیایی لازم است. انا برای همین به جامعه نفرانی لازم هستند که برای مردم راه نشان بدهند. آنها زبان مردم باشند، صدای مردم باشند. یعنی بسیاری حالتهای می شود که مردم، خلق، ملت چیزهای گفتنی دارد، گفته نمی تواند. برای همین روز ملت زیایی لازم است که چیزی که علمی که دردی که در ملت وجود دارد خودش گفته نمی تواند، توسط زیایی به جای لازمی این صدا رفته می رسد. با زبان زیایی، با قلم زیایی این حرفهای ملت، این درد ملت به جای لازمی رفته می رسد. اما حالا چی؟ زیاییان ما نه این که رسالت زیایی بودن را اجرا میکنند، بلکه آماده هستند سالیانی دراز در تاریکی های شب بمانند و روز را هرگز نبینند. راضی هستند. برایشان همین قدرش بس که تنشان درد را، قلبشان غم را، کلفت را نبیند. از جانبی که از جانبی همانهایی که خودش و ملتش را در تاریکی ها نشان داد، در تاریکی ها نگاه داشته ایستاده است. رسالت زیایی دوستان عزیز معرفت روشنگری است. زیایی مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارد. زیایی باید در سیاست جمعیتی شرکت کند و برای نگاه داشتن میراث فرهنگی سهم داشتگی باشد. از حیات همین روزه و از کلفتی که به سر مردم می بیاید و می بیند به او بی‌طرف نباشد و حتما در فکری، در اندیشه ره نشان دادن به ملت باشد، نه فقط به مردم قطاری بلکه برای آنهایی که در سر قدرت هستند. یعنی زیایی که از سیاست میگریزد او زیایی نیست. زیایی که از سیاست خودش را دور میکشد، دوری به دور میکشد، او با همین رفتارش مردم را در تاریکی نگاه می‌دارد. به تاریکی در تاریکی زیستن مردم او زید نیست. اگر همین طور ساده کرده گوییم، یعنی بگذار مردم در تاریکی های ظلمات زندگی کنند، در تاریکی ها باشند. این زیایی جانش یک درد سوزن زده نشود، جانش یک درد سوزن را احساس نکند، به جانش کسی تهدید نکند، زندان نشود شد. و حالا همین طور شدگی است. ببینید دوستان عزیز، همین روز من وقتی که درباره همین چیز می گفتم در صحیفه فیسبوک،
یک کمتر فکر و نظرهایم را گفتم که چی گفتنی هستم. همون زمان دوستان عزیز درباره نشر شدن همون یعنی یک محفلی رونمایی کتابی غزلهای گل رخسار صفیه و شاعره مشهور تاجیک صحبت میکردم، در رادیو آزادی در این باره نشر شد. بعد از آن از چند صحیفه های فیسبوکی واکنش شاعره گل رخسار صفیه و نشر شد. من مطلبی که ارشاد سلیمانی نوشته بود، ژورنالیستی مشهور تاجیک، من آن رو خوانده بودم و اما وقتی که واکنش شاعره بزرگ گل رخسار صفیه رو خواندم خیلی مایوس شدم. و شاعره گل رخسار صفیه یک زیایی تاجیک، که تمام حیاتش رو، مماتش رو، همه بود و نبودش رو، همش رو برای ملت بخشیدگی انسان هست. شرایط امروزه، فضای سیاسی امروزه یک شاعر بزرگ تاجیک، یک گنجینه تاجیک را چنان کرده است که بیچاره خست است به یک مقاله، به یک مطلبی نشر کرده رادیوی آزادی که تمام نزاکت های خودشون هم میدونن که تمام نزاکت های ژورنالیستی که در آن به اینابت گرفته شدگی است، رعایت شدگی است و در اونجا یگان بدگویی نشده است، اما واکنش ایشان خیلی تند بود. و از واکنش یک شاعره بزرگ تاجیک بوی این می آمد که مبادا ان همین نوشته های رادیوی آزادی به سرشان یگان بلا نبیارد. مرا همین چیز خیلی نگران کرد. نخود یک شاعره در سن 75 سالگی بیاید این خیلی نگران باشد که مبادا درباره‌اش یک مطلب نوشتن به سرش یگان بلا بیارد. برای همین پیش روحش را تازه میکند، یک چیز می نویسد، واکنش میکند که من میخواستم این خیلی میکردم، نمیخواستم این خیلی میکردم. هر باز میگویند که مثلا گریم هر کجایی که شاعران اهل فرهنگ و اهل ادب مضمون گپشان همین خیلی بود جمع میشوند، اونجا مرکز است، اونجا بزرگ است، اونجا کوچک نیست. اونجا یعنی دور از مرکز نیست. هر کجای اهل فرهنگ و اهل ادب و مثل گل رخسار صفیه و جمع بشوند، اونجا مرکز است. بسیار خوب. یک حرفی فلسفی و یک حرفی هست که واقعا نظرها را دیگر میکند، اما اصلی مسئله چی است؟ اصلی مسئله این است که یک شاعری که قلمش شمشیر است، قلمش شمشیر اوست و براتر از شمشیر است، خصوصا قلم گل رخسار. امروز میباید واکنش میکند به رادیوی آزادی که مبادا تقدیر عبدالقادر رستم به سر من نبیاید، مبادا چند زیایی که پشت پنجره زندان عمر خود بسر کرده ایستادند، پیری خود را گذرانیده ایستادند، روزی آنها به سرم نبیاید. ما یک گنجی کشور، حتی مادر ملت میگوییم، او را به این حالت آورده رسانیدگی هستیم. این مضمون آن را دارد که دوستان عزیز ما در روشنی نیستیم، ما در تاریکی ها هستیم. ما روشنی را ندیدیم، در تاریکی های شب زندگی میکنیم. این به پیش گفتن ها دروغ است.
ما نمیتوانیم به پیش رویم چون که پیش رو دیده نمیتوانیم، در ظلمات هستیم. روشنگران ما زبانشان بسته است، شمعشان فروزان نیست. شمعی روشنگران ما فروزان نیست دوستان عزیز. خود گل رخسار میگوید که شمعی که بری وطن نسوزد بکشم، چشمی که تو را وطن نبیند بکنم. یعنی چی؟ چشمی که وطن را نمی بیند پوشیده است، بودی نبودی وطن را نمی بیند، دار و نداری وطن را نمی بیند، بلندی و پستی وطن را نمی بیند، خار و خس وطن، شکفتن وطن را نمی بیند و خارهای گلی وطن را نمی بیند و از مردم را از او به او گل می دود. وقتی مردم گل را می بیند، زیایی کیست؟ میگوید که آهسته او گل خار دارد. چشمی که تو را وطن نبیند بکنم. از این چشم بودیش نبودنش بهتر. شمعی که بری وطن نسوزد بکشم. این گپی کی است؟ گپی شاعره گل رخسار صفی است. شاعر برای انا همین است که برای شمعش برای وطن می سوزد. شمع یعنی چی؟ میدونید فلسفه سوختن شمع را؟ حالا ما در تاجیکستان برق نداریم، در خانه همه شمع هست. همه میدوند شمع چه خیل می سوزد. شمع خودش می سوزد، سوخته آب شده پایان می شود و خودش می سوزد و به دیگران روشنی می دهد. زیایی برای ملت همین خیل خدمت می کند. جانش، جسم جانش برای وطن می سوزد. بعضی حرفای است که اگر گوید زبانش می سوزد، نگوید مغز و استخوانش می سوزد، ولی می گوید. ولی می گوید. انا همین زیایی است. وقتی می بینیم در کشور، در یک وطن ملت درد دارد، عذاب دارد، سرسانی دارد، وقتی که این حرفا به گوش حکومتدار رسانیده نمی شود، در رسانه ها، در تلویزیون ها، در رادیو ها درد ملت گفته نمی شود، گفتن گپ است که زیایی این ملت مردگی است. این ملت زیایی ندارد. این ملت روشنگر ندارد. این ملت دردش را میگفتگی آدم ندارد. یعنی زیایی ندارد. برای همین تماشابینان عزیز، زیایی معلم، دکتر، کارمندان اداره های فرهنگ، صنعتکاران، اکتورها، هنرمندان، همه اینها زیایی هستند. چون که یک اکتور میتواند با هنر خودش شرایط همان روز را هم برای ملت هم برای حکومت انعکاس کند. شاعر هم میتواند این کار را بکند. امروز از شعر شاعران درد ملت گفته می شود؟ نه، فقط مدح و ثنا. این زیایی بودن نیست. زیایی یعنی روشنگر است. یعنی برای آنهایی که پیش پایشان را نمی بینند،
برای آنهایی که صدایشان به جای لازمی رفتن میرسد صدای آنها می شود. برای تاریکی های ملت نور می شود. برای نادیده های ملت چشم می شود. برای ناشنیده های ملت گوش می شود. ضیایی این است. وقتی که این رسالت ضیایی در تاجیکستان ما، در وطن ما اجرا نمی شود و اساساً ضیاییان ما با مدح و ثنا آواره هستند، یگان کس درد ملت را نمیگوید. از شعر شاعر بوی درد ملت نمی آید. گفتن درد ملت نیست در شعر شاعر ما، نویسندگان امروز ما. چند کس نویست پشت پنجره زندان شد، برای دیگران عبره شد، از بحر ضیایی بودند برآمدند. یعنی مشکلات اساسی امروزه جامعه تاجیکستان، سبب عقب ماندگی امروزه جامعه تاجیکستان مردگی بودن ضیاییانش است. یعنی اینها صورتا ایستادند، سیرتشان کیها مردگی است. صورتت را چه کنم گر تو نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرته. چاپلوس بودن، لگن بردار بودن، مداح و ثناخوان بودن آسان است. اگر این طور می بود چشم رودکی را کی میکافت؟ هیچ کس نمیکافت. مدح و ثنا خوانده میگشت تا توانسته بود. میتونست میر را به ماه و به چند چیزهای دیگر شبیه کرده. مثلا رودکی نمیتونست مثل شما کردن. نمونه هایش را هم آوردگی است که توانستگی است. بوی جوی مولیان آید همه. میتونست. نه، چشمش رو کافتند. فردوسی تاجیک زنده نگه داشت. ملت تاجیک زنده نگه داشت. بسیاری ها بر اینند که شاهنامه فردوسی یعنی احیاگری، زنده نگه دارنده زبان تاجیکی و تاجیکان است. تاریخی تاجیکان است. فردوسی کی زندگی کرد؟ در زمان شاه محمود غزنوی. اما شاه محمود غزنوی شاهی اسلامی بود، مسلمان بود. علاقه دولت ها یعنی در اون زمان اسلام حکمران بود. فردوسی بیچاره اگر شجاعت نمی کرد، اگر جسارت نمی کرد، اگر همون رسالت خودش را برای اجرا کردن جانش را به خطر گذاشته یعنی ریسک نمی کرد، نه شاهنامه بود و نه نام فردوسی بود و نه تاجیک بود. این است رسالت یک ضیایی. ببینید آنتونیو گرامشی فیلسوف ایتالیا، یک فیلسوف ایتالیایی میگوید که ضیاییان میتوانند به دو گروه تقسیم شوند. دو گروه: ضیاییان ترادیسیونی یعنی ضیاییان عنعنوی و ضیاییان ارگانیکی. ضیاییان عنعنوی همیشه یک قسمی قبضهای بالایی جامعه بودند و آنها اساساً به حفظ نظام‌های موجوده مساعدت میکنند.
یعنی لگن بردار. زیاییان ارگانیکی باشند از میان صنف‌های کارگر و یا دیگر گروه‌های پایانی جامعه برمیخیزند و آنها را در مبارزه‌های سیاسی و اجتماعی راهنمایی میکنند. از مابین مردم برمیخیزد و چیکار میکند؟ در مبارزه‌های سیاسی و اجتماعی مردم را راهنمایی میکند. این سیاسیونی یعنی زیاییان عنعنوی همون به کار خودشون آواره، به چاپلوسی، به مداحی. در شعر آنها نه مزه است نه نمک است، یگان لذت نمیبری، مدح و ثنا فقط. یک فیلسوفی فرانسوی میگوید که نامش ژان پل سارتر میگوید که زیاییان باید با ظلم و بی‌عدالتی مبارزه برند و همیشه در صف پیش حمایه آزادی و حقوق انسان باشند. میگه که زیایی کی است؟ زیایی نفری است که باید در صف پیش حمایه آزادی و حقوق انسان باشد. زیاییان ما چی؟ در پهلوی ظالم ایستاده، در پهلوی مستبد دیکتاتور ایستاده در ملامت مردم هستند. شکرانه کنید. مردمی مظلوم، مردمی جبر دیده، مردمی در حالت سرسانی و سرگردانی و پراکندگی بوده را از این زیاد باز چی روز بیند که باز شکر کند؟ بیچاره باز این زیاد همین ملت تاجیک باز چی روزی بد بیند که باز شکرانه کند؟ همین روزهایی که ملت تاجیک دیده ایستاده است از این روزی بد هم هست؟ به نظر شما در حال فلسطین را به مثال میبیارید، افغانستان را به مثال میبیارید، چند جای جنگ زده را به مثال میبیارید. در یگان کشور جنگ زده، در یگان کشوری که جنگ شده ایستاده است، مثل ما در خواری و ذلت نیستند، سربلند هستند، سربالا هستند. ما در خواری و ذلت هستیم. چنان در خواری و ذلت که یک پدر و پسر سالها شده است با هم تماس گرفته نمیتواند. از ترس چی؟ از ترس آن که این ظالم، این مستبد فهمد او پدر بیچاره 70 ساله 80 ساله روزش را سیاه میکند. در همین حال زیایی ما زبانش بسته است، چشمش کور است، گوشش کر است، زبانش گنگ است. دم زیایی نمیبراید. آی این چی بیدادی؟ همین گپ زیایی است. همین خیلی شنیده ایستاده اید از زبان معلم، از زبان زیایی، از زبان شاعر، از زبان نویسنده، از زبان سراینده، از زبان حافظ. آی این چی بیدادی؟ آی این چی ظلم؟ آی این چی استبداد؟ گفته شده ایستاده است. کسی این صداها را میشنود در تاجیکستان؟ نه. از این برای زیایی ما مردگی است. ما زیایی نداریم. مردم در تاریکی است. مردم در ظلمات ظلم است. کسی همون صداهایی که در قعر دلی یک مظلوم هست و صدایش از همون قعر دلش بیرون برآمده نمیتواند، این صدا را باید زیایی بیرون برارد به گوش ظالمان، به گوش کسانی که این ظلم را به میان آورده هستند. باید زیایی برده رساند. و کسی که خودش را زیایی می شمارد
در مدح و ثنا است و این درد ملت را نمیداند و احساس نمی کند که ملت چقدر دردها دارد، ناگفته مانده ایستاده است، چقدر رنج ها دارد، چقدر کلفت ها دارد، لکن گفته نشده است. اگر ضیایی این را نگفت، او ضیایی نیست. او سمزیونس است، خودخوانده است. ما ضیاییان گفته چندش برآمد میکند. مر به همین روزت. با شرم نمیدارد ما ضیاییان گفته گپ میزند. تو چه خیلی ضیایی، درد ملت را گفته نمیتوانی، تو چه خیلی ضیایی بوده میتونی، به ملت راه نشان داده نمیتونی، کجا رود؟ تو چه خیلی ضیایی. اکادمی داریم ما، فرهنگستان داریم ما، وزارت فرهنگ داریم، چه راهنمایی دارن اینها برای ملت؟ با داشتن همه نهادهای لازمه ملت ریسک روزیش را در خارج مییابد. با چند پنسیونری که نفقه خور و اینولیدی که شما حکومت داری میکنید از خارج برای شکمسیریش پول میبیاید. از همین جا خودتون خلاصه کنید که هستی شما به کی لازم است و نیستی شما به کی لازم است. وقتی که یک پیری برجا مانده، یک اینولید در تاجیکستان مانده، کودکان زنده یتیم، قوت لایموتشون از خارج است، از دست همون مهاجر کوچروب است، شما بودنتان به کی لازم است و نبودنتان به کی لازم است، حکومت داریتان به کی لازم است و ضیایی بودنتان به کی لازم است. در کشور راه نیافت ملت، در وطن خودش راه نیافت برای پیشرفتش، برای حیات آسایشتهش در کشور خودش. وقتی که ملت راه نیافت، راه را در بیرون از کشور دید. رهی شکم از سیر شدن. قوت لایموت یعنی چی؟ خوری نموری. همون خوری نموری را در خارج از کشور دیده ایستاده است مردم. بیا بخوری نموری. وقتی که این حالت به سر ملت آمده است، ضیایی در کجاست؟ حکومت در کجاست؟ ضیایی داریم یا نداریم؟ حکومت داریم یا نداریم؟ روشن فکر کسی رو میگویند که فکر و اندیشه هایش برای ملت روشنی میبیارد، تاریکی های ملت را از بین میبرد. همین 4 بیت مدح و ثنا گفته تونستی تو شاعری، تو نویسنده ای؟ نگاه کنید نویسنده کیست؟ نویسنده های ما، شاعران ما در زندانن، ضیاییان ما در زندانن، در بیرون مردگی همش. فقط جنازه خواندگی نیستیم خلاص. ببخشید نفران اهل دانش، اهل معرفت کشور، شما کی ها رسالت خودتون را فراموش کرده هستید؟ کی ها؟ در یک نوشتجاتش نویسنده تاجیک ولو در زندان است. میگوید که عبدالقادر رستم میگوید که سوگند به نام خدا، عمرم به جای رسید و در طول این مدت هیچ قومی را بی‌پرواتر از تاجیک نسبت به مسائل ملی ندیدم.
گپ عبدالقادر رستم. تاجیک به مسائل هستی ملتش، آبروی ملیش، تمدن و زبان ملیش یا از روزنه تنگ محلش می‌نگرد یا از پس شیشه دین و مذهب یا از زاویه ملاحظات سیاسی. بیشتر اشعار شاعران معاصر در مورد ملت پرستی و وطن دوستی لاف بیبنیاد است. بیشتر خطابه های نطاقان آتشین سخن در وصف وطن و ملت دروغ است. فقط به آن خاطر گفته شده و گفته می شود که در دایره های بالا این چنین اشعار باز هم با ملاحظات خریدار دارد. حالا با همین گفته اکتفا میکنم و شاید بعداً به تفصیل بنویسم. افسوس عمرم با باورهای بیبنیاد سپری شد. بیچاره ترسیدن که یگان چیزی جدیتر از این میگوید، زبانش را بستند، بردن پشت پنجره زندانش کردند. و این گویا بدرای دیگران عبرت شد. دیگه در بیرون مثل عبدالقادر رستم نمون. همه دهانشان دختگی، گوششان کر، چشمشان کور. تمام یک ملت سوخته رفته ایستاده است، پراکنده بر روی زمین شده ایستاده است. در تاجیکستان درهای مردم بستگی، یک کمتر صدا برآورد خودی انمی من زیایی گفته ایستادگی ها شکرانه کن، دمت بگیر. و جای آن که انه همون سر و صدای انه همون بیچاره ملت انه همین زیایی باشد، این زیایی می رود گپ فهماندهی. حالا چند تاش از حساب ملت اینجا به اینجا دیدو از این ناحیه به وی ناحیه ملت آرام کنی میرد. بجای آن که رود درد ملت را گوش کند، من آمدم بگوید شما دردتان را بگویید، من این را تحقیق میکنم، تحلیل میکنم و این حرفهای شما را به زبان سیاسی ترجمه میکنم، به زبان سیاسی برمیگردانم و به گوش سیاست مداران برده میرسانم. به جای آن که این خیل بگوید میرود زبان سیاست، گفته های سیاست مداران رو میبرد بالای ملت تحمیل میکند. حالا ملت را آرام میکند، معلش ظلم را در چشم مردم رحم و مهر و محبت نشان میدهد. بیخیردی و ناکسی مستبدان ظالمان را مهر و محبت نشان میدهد، خردمندی نشان میدهد. سیاست های خردمندانه فلانی، سیاست های غمخوارانه فلانی جلوه میدهد برای مردم. زیایی کسی که از بین مردم میبراید، حرف مردم را میشنود، به زبان سیاست او را برمیگرداند و به سیاسیان برده میرساند. بین سیاسیان و بین مردم همین است که مردم زبان سیاسی را نمیفهمد. اکثریت مردم. و این زیایی است که در همون قعر دلی ملت دیگه گپ ها را میگیرد، میبرارد به گوش های ناشنوا برده میرساند، میشنواند. این است زیایی. کسایی که خودتان را زیایی میگویید، از پول ملت دیدگی میکنید، از این ناحیه به وی ناحیه، از این شهر به وی شهر میرید، مردم وقتش گرفته جمع کرده در گوش مردم وطن میخونید.
شما زیایی نیستید. شما دزدان وقت مردم، شما دروغگویان، شما فریبگران هستید. در گوش مردم شما اگرا آویزان کرده ایستادید. شما زیایی نیستید. همین رفتار شما دیدو از این ناحیه به وی ناحیه سفر کردن و مردم را فریب کردن و به سیاست شکرانه دعوت کردن، این در پهلوی ظالم بودن است. همین باید، اگر شما زیایی باشد، همین باید برعکس باشد. مردکید، جسارت دارید، شجاعت دارید، یک بار برعکس همین را در وجودتان تجربه کنید که آیا می توانید یا نه. یک بار بروید بشینید، به جای اینکه مردم را آرام کنید، به شکرانه دعوت کنید، یک بار بگویید که من آمدم درد شما را بشنوم. من می توانم درد شما را در منبرهای بلند رفته بگویم. کنی دردتان را بگویید، نه هراسید. من نام شما را نمی فروشم، وعده می دهم نام شما را نمی فروشم، فقط دانم که ملت چی درد دارد. گفته می توانید همین خیل معرکه ها به میان آورده می توانید؟ نمی توانید. در محاصره چند امنیتی می روید، با شرکت چند مقامات نظامی و امنیتی جلسه ها برپا میکنید، نشست ها برپا میکنید، گویا با ملت واخورده ایستادید، گویا درباره صلح و امانی و آسایشتگی گپ زده ایستادید. پشتیبانی و تبلیغ سیاست در درون ناخوانه خردمندانه، از بالا به پایین. زیایی از بالا به پایین نمی بیاید، از پایین به بالا میرساند. برای همین کارتان چپه است. برای همین شما لگن برداری کردن میتوانستگی ها، چاپلوسی کردن میتونستگی ها، پابوزی کردن میتونستگی ها، از عهده مداحی میبرآمدگی ها، زبان مثل گلرخسار صفی، عبدالقادر رستم بر این شخصان را دختگی هستید. چاپلوس بودن مشکل است، پابوس بودن مشکل است. نه، یک بار تو درد خودت تجربه کن، درد ملت را بگو. ملت درد ندارد، در این باره گپ زن یک بار. بعد از خودت زیایی تراش. حالا چندش میرود خودش رو به بغل حکومت پرتافتگی است، بر ضد مقدسات ملت، دین ملت، مذهب ملت گپ میزند، باز خودش رو زیایی میگوید. تو اول بیا از پهلوی ملت گپ زن، بگو چرا تا کودک 18 ساله مسجد نرود. کودک تا 18 سالگیش مسجد نرفت، تربیه اسلامی ندید، از دینش تربیه ندید. وقتی که وای 18 ساله بالا شد، آزاد شد، دیگه او پدر و مادر چیکار میکند با او؟ میرود روسیه مهاجرت، از کدام دیدو اندیشه های دیدو را در معنی سرت جمع میکند، گشته میبیاد به تاجیکستان. پس او را یا مرد شو و گشته تربیه کن، یک شخصی مخشوی شده را. یک کار میکنید برای نسل جوان ملت، یک کار میکنید تا 18 سالگیش بکنید، از دینش آگاه کنید، از ملتش آگاه کنید، از مقدساتش آگاه کنید. برآمده میرن 2-3 سال گم شده گشته میبیاید، نه مقدسات رو داند، نه فرهنگ ملی رو داند، نه مذهبی رو داند. یعنی تو زیایی این مسئله رو، این مشکلات رو مطرح کن. در همین عصر، همین روز خیلی مشکلی هستین. نه، اینها برعکس نش میزنند به مقدسات ملت،
نیش میزنند به مقدسات دین ملت، به دین ملت. یک کس خودش میبرد من زردشتی، من این، من وای گفته به بغلی حکومت خودش میپرتوید. هر کس که گپ زد او را به پلیس میسپارد. من تحقیر کرد، من حقارت کرد، من تهدید کرد، گفته او چی خواهد میگوید. وای زیایی با زبان وی 97% اهالی کشور تحقیر می شود. نه وی بر ضد خرافات مبارزه برده شده است. خودش نماینده دیگر دین بگذار در این دین ملت اصلاحات آوردن میخواهد. وای تو برای دینت تبلیغ کن، به دینت دعوت کن. 97% اهالی کشور زردشتی نمی شود، بگذار شود. مردکی مرحمت از به دینت تبلیغ کن. تو چی کار داری به مسلمان ها؟ میگوید من وطنم اینجا است. بگذار این وطنت اینجا است. این دین صاحب دارد، دینداران خودش رو دارد، علمای خودش رو دارد، مکتب خونده های خودش رو دارد. تو از دین چی میدونی؟ یک روز به یک علمای دین، عالم دین رفته زانی بزنی شیشتی؟ نه. من کتاب خوندم. او همه رومانه توی جمع کنید، یک کتابی مجلدی خونده یک طالب علم نمیشه. بس تو زیوی نی، تو یک دایدو گپی تمام. زیایی از بین ملت میخیزد، مشکلات ملت مطرح میکند. نه اینکه ملت گشته به بغلی حکومت ظالم در آمده ملت گشته تأخیر میکند. پس دوستان عزیز، ما یک کمتر مسئله زیایی رو یک کمتر ژرفتر ببینیم و درباره زیایی یک کمتر جدیتر باشیم. هر دایدو و هر پابوس و هر چاپلوس خودش را زیایی نگوید. تو میتونی خودت را مداح بگویی، ثناخوان بگویی، هر چی میخوای بگو، لیکن تو زیایی نیستی. زیایی نفری است که او کسایی که تو در بقینشان، در پهلویشان ایستاده، در بغلشان ایستاده، متو ثنایشان میگویی، آنها راهشان را یافتگی هستند، برق دارن، زندگی آسایشته دارن، به 7 پشت بر پشتشان دزدیدگیان، غارت کردگیان، شکار کردگیان، نکردگیان، 7 پشت بر پشتشان راهش را یافته رفتگی است. زور توانایی دارند که هر یکی تو را بگمارند، به هر یک فرزندشان 10 تا را مسئول کنند، تربیت کنند و برای آینده آن کار کنند. یعنی شما به بغلی 0.5% اهالی که همین حکومتدار هستند و فرض کردیم در سر قدرت هستند، به بغل آنها شما خودتون رو پرتفتگی هستید زیایا. اوی ملت آمده فهمید که ملت چی پرابلم داره. اینه بگویید، در شعرتون بگویید، در رامنتون نویسید. همین یادداشت های رهبری مرکزی طبی سینا چی بودن نامشون؟ عبدالخالق بودن،
رو که عبدالقادر رستم محررش بودند خوندید؟ زیایی این طور می شود، مشکلات رو مطرح میکند. شما سکرات شاعره رمان سکرات شاعره گلرخسار صفی رو خواندگی هستید؟ خوندگی هستید؟ بخونید، بیابید. طرز الکترونیش در اینترنت هست. همگی 2 میگابایت. اصلا شرط کشیده میگیرید میخونید. کتاب دوستور هستید یک بار بخونید. از گلرخسار هرچند بیچاره در سن پیرون سالگیش اینقدر احتیاطش کارش کرده اید، با وجودی همین سنا نگفته است، مدح سرایی نکرده است، مداحی نکرده است، عزت خودش را نگاه داشته است، عزت خودش را، و گفته است که چیست استقلال؟ عزت داشتن. فهمیدید؟ همین گپی کی است؟ گپی گلرخسار صفیه است. چیست استقلال؟ عزت داشتن. همین عزت بودگیت را نگاه داشتن است. همین مستقل بودن است. من دوستان عزیز همینجا با چند گفته از سکرات گلرخسار صفی برنامه امروز را به آخر برسانم. رمان سکرات گلرخسار صفیه و با یک سخنی عجایب سر می شود. رامه چوپان را انتخاب نمی کند. انا با همین گپ رمان سکرات گلرخسار صفیه و سر می شود. یعنی گوسفند چوپان را انتخاب نمی کند. وقتی که ما حق انتخاب رهبر نداریم، همین بوده شده به ما گوسفند است، گوسفندی است. وقتی ما حق انتخاب ما را سلب میکنند و ما را فریب میکنند، ما همین بوده شده ما گوسفند بودن است. همین گوسفند دائم از گرگ میترسد، دائم از گرگ میترسد و دائم شخص مهربانش، شخص غمخوارش چوپان را میداند. گوسفندا رو ببینید چقدر چوپان مهربانش قدر میکنند. هر کجا میراند میروند میبیورد، در یک چهاردیواری محکمشون میکند، همشون رو جمع میکند، در همونجا می ایستند و زیر اطاعت چوپان است. دشمنش گرگ است، از گرگ میهراسد، اما در همون رامه گرگ زند، یک یا 2 تاش رو میزند، 3 تا 4 تاش رو میزند، به همش نه. لیکن او چوپان به همه او، به کشته خوردن و به فروختن همه او نقشه دارد. چوپان مهربان، گرگ دشمنی گوسفند. دانسته باشد ای ملت، چه خیلی چوپان انمون صابی انمون گوسفندان است، ده میخورد یا برده میفروشد. این رهبری که، این رئیس جمهوری که برای شما حق قائل نیست، حقوق قائل نیست، حق انتخاب قائل نیست، انمون مثل انمون است، درنده تر از گرگ است، دشمنتر برای ملت از گرگ است، دشمنتر، درنده تر، وحشی تر از درنده است. انمین سرلوحه رومانی سکرات مضمونش همین است. رامه چوپان را انتخاب نمی کند. کمکک از سرشوی
سکرات گل رخسار صفی میخونم، با همین برنامه امروز را به آخر میرسونم. نگاه کنید چی گفته سر میشه. در طبیعت هیچ چیز راه و روش ازلی خود را دیگر نکرده بود. چون میلیون ها سال پیش از این شمس و قمر یکدیگر را عوض نموده، در گردش جاویدانه روز شب را، شب روز را نیروی آفریدن داشت. همچنان سیاره در گرد محور خیش دور زده، نبض گردش های دیگر را قدرت تپیش می بخشید. چشمساران رودخانه ها را می آفریدند و رودباران همچنان ترانه‌خوان جاری بودند. بادها همچنان گرد و چنگ را به هوا برداشته گرد سر زمین می چرخیدند. گلها برای خزان شدن می شکفتند، سبزه ها برای دوباره خاک شدن از خاک نیش می زدند. درختان سوی گردون گردن افراخته می سبزیدند تا که عاقبت راست ایستاده بمیرند. در یک جای باران سیل می بارید و رودباران مجرایش را ترک می کرد. در جای دیگر زمین از تشنگی می سوخت. مرغکان با شتاب یک فصل کوتاه پرواز ترانه‌ای مرغانه خیش را به چوجه ها می آموزاندند. شاهپرک ها برای یک لحظه بال و پری اطلسی خیش را به تماشا گذاشته ارغوشت روان عشق می ورزیدند. انمیخه گفته می رود، بعد می گوید که اما می گوید در این سرزمین همه چیز برعکس آفریده های آفریدگار است. حیات ممات را یک نام و یک معنی است. پرندگان به نامش پرواز می کنند، چرندگان به نامش می چرند، ماهیان اسمش در زبانهای بیزبان روی تابه های تفسان بریان می شوند. همه اوست. نابینایان را دیده بینا، مسلقان را پای روان، لالها را زبان گویا، ناشنوایان را گوش شنواست. ملک، این ملک است، پیشوا. مردم به نام او خط سرنوشت خیش را و طبیعت را تحریر نموده به درخت سیب کدو پیوند میکنند، به درخت سیب کدو پیوند میسازند. روی سنگ خارا پنبه میکارند. مار را با فیل، بلبل را با عقرب، گاو را با تمساح وصل میسازند. جیرانها را اخته میکنند و بارکش به پشت آهوان زین میزنند. از شیر روباه، از پلنگ شغال نسل میگیرند. این همه ایجاد و اعجاز محض برای خوش ساختن طبع لطیف یک نفر است. همان یک نفری که مردم بار با شوخی یا جدی، در مستی یا هوشیاری، بلکه در حالت طبع داشتن مغز سر، خواسته نخواسته، پیشبر و پیشوا، رهبر و راهنمای خیش پذیرفته حیات و مماتش را به او بخشیده است. با همین گپ سر می شود. مردکت جوان مردی را از همین زن یاد گرفت. هیچ کس نام نگرفته است. تمام بود شده حیات همین روزه تاجیکستان را با نوک قلم تصویر کرده است. می توانید اقلا مثل همین زن شوید. نه مداحی میکند، نه ثناخوانی میکند. حالا بعد از این گپ‌های ما میبرند ثناخوان مداحش نکنند مبادا. لیکن تا به همین روز چیست استقلال، عزت داشتن شعارش بوده. عزتش را نگاه داشته آمده و ملت هم برای یک سوزن به ناخون این زن نزدن، به سویش چشم علا نکردن ظالمان باید آماده باشد.
کسی که به سوی این زن چشم علا میکند، کسی که با چشم بد به این زن می نگرد، به این شاعر، به این مادر می نگرد، باید چشمانش کافته شود. کسی در نیت یک سوزن مثل یک خار رنج رسانیدن به این شاعره، به این مادر تاجیک باشد، باید به سرش ملت باشد، به سرش باید ملت باشد. ما همه را از دست دادیم. بوده شده چشم شده دیدگیمون همین شب و روز همین چند نفر گنجینه های ملت موندگی هستند، گنج های ملت. باید به قدرشان برسیم. در 5 کیلومتر از دوشنبه اوسون اون طرفتر ده ها ما مرکز های فرهنگی داریم، ده ها قصرهای فرهنگ داریم. یک شاعرت یک پویش لبی گور است، 75-76 ساله، می رود در یک جای خاکسارانه نمای کتابش رو می گذراند. کسی که آبروی ملت است، عزت ملت است، حرمت ملت است، احترام ملت است، نسبتش به احترامی میکنیم، باز میگوید جایی که بزرگان میآیند آنجا بزرگ است، آنجا را باید کوچک نشمرد. درست است. یک سخنور، یک مادر شعر، مادر سخن میتواند با بزرگیش این گپ را گفتن. لیکن شما نامردید، ای حکومت داران، شما باید بروید بپرسید که چه خدمت است به ما. یک سال 12 ماه اقلا 12 بار رفته باید بپرسید. گل سری سبد باید باشد گل رخسار صفی، نه فقط گل رخسار صفی و دیگر زیایان حق گو. شما بر روی خط سیاه می اندازید، یک گپی، یک درد ملت را گفتگی باشد، نه به تلویزیون روحش می دهید، نه به رسانه روحش می دهید. مخوی سیاسی، مخوی اجتماعیش میکنید، یک آدمی درونی دیگه کوسه کرده میمونید. مورد از این روزتون همین حکومت داری شد. گل رخسار صفی نمیمیرد دیگر، 1000 ساله ها نمیمیرد دیگر. مثل فردوسی که گفت نمیرم پس از این که من زنده ام که تخم خرد را پراکنده ام. گل رخسار صفی تخم خرد را کاشت. زندان میکنی، رنجش میدهی، با تلویزیون راهش نمیدهی، به قصرهای فرهنگ راهش نمیدهی، این تو گمنام میشوی. گل رخسار میماند زنده، عبدالقادر رستم میماند زنده. این روزنامه‌نگارانی که حقیقت را میگفتند، ضیایی ملت بودن آنها. این چند داناتراشی که از این دهه به بعد دهه از پول ملت خورده ملت را رفته آرام میکند، سیاست های خردمندانه فهمانده دهی میکند، تبلیغ میکند. اینها ضیایی نیستند، اینها دیدو هستند. دیدو ضیایی دلیر امام علی بود، ضیایی عبدالله غربتی بود، ضیایی عبدالستار پیر محمد زاده بود، ضیایی محمد علی حیید بود، ضیایی عبدالقهار دولت بود، ضیایی حکمت الله سیف الله زاده بود. شما ضیایی نیستید. مرد شوید، در پهلوی ملت باشید. اقلا همت یک زن را داشته باشید، همت یک مثل گل رخسار صفی را داشته باشید.
اقلا عزت داشته باشید، اقلا عزت خودتون رو نگاه دارید. همین قدر گفتنی بودم. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز. اگر این گفته های من به درد میخوردگی باشد، اگر چیزی گفته باشم که برای منفعت ملت باشد، لطفاً مرا دستگیری کنید. باید این گفته های من دستگیری یابد. یکی از سبب های اساسی زیایی در پهلوی ملت نبودنش و خودش را دور از ملت گرفتنش این بی‌طرفی ما است. این بی‌طرفی ما است. به قدر جان، به قیمت جان باید زیایی محافظت شود. زیایی که میتواند از جانب ملت حفظ می شود، محافظت می شود، او میتواند درد ملت را بگوید. برای همین خرسک هم ملتان عزیز، هم وطنان عزیز از دو جانب است. ما حالا درباره زیاییان گفتیم، همین ما هستیم که این زیاییان را به بغل این ظالمان تله داده ایستاده ایم. ما هستیم که زیایی را به بغل ظالم مستبد تله میدیم، او در اونجا روزش رو میبیند. در پهلوی ما بودن نی. برای همین هم ملتان عزیز، یکی از سبب‌های سری ما خم بودن، یکی از سبب‌های سرکوب بودنمان این است که زیایی و قشر روشنفکر ما در محافظت ما نیست. باید این خلاصه در هر یک نفر باشد و تا ما به این خلاصه نرسیم که هر نفر روشنفکر خود را، هر نفری که حرف گفتن دارد، ذکاوت دارد، فراست دارد و میتواند برای ملت راهنما باشد، آنها را باید ما قدر کنیم. به بیچارگی ندهیم، به بغل ظالمان تله ندهیم. ظالمان همه وقت قدرت میگیرند و قوت میشوند که ما ضیاعیان خود را، راهنماهای خود را بیچاره کنیم. تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم اگر یگان گپی به درد میخوردگی گفته باشم، لطفاً تکمه لایک را، تکمه پسند را پخش کنید. نظرهای خود را درباره موضوع امروز بنویسید. به دیگران فرستید تا دیگران هم از این گفته‌های ما آگاه شوند. و اگر خواهید که این گونه برنامه ها زیاد شود، این گونه برنامه ها را بسیار گوش کنید، به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید. دوستان عزیز، هفته آینده روز سه شنبه برنامه ما درباره یگان چیزی معین نیست. برنامه گفتگو است و در برنامه گفتگوی ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری شرکت میکنند و به سوال من و شما جواب میدهند. سوالهای خود را آماده کنید و یک شما را به الله پاک میسپارم تا دیدار در روز سه شنبه.